سلام به دوستان، سلام به دوستان عزیز، سلام به دوستان اهل هنر. در خدمتتون هستم با بافته این شلواره. اون طرفشو بافتم، این طرفشو با شما هم میخوام ببافم. شروع میکنم. 3 زنجیره که اولین پایمون میشه، دومین پای بلند، سومین پای بلند. 1 2 2 زنجیره میزنیم. دومین 3 این خونه باید 12 پر بشه. 3 ما بینشون 2 زنجیره میزنیم. 2 3 2 زنجیره. سومین 3 1 2 3 زدم من 1 2 3 4 4 زدم با فاصله 2 زنجیره. شروع میکنیم. 1 2 3 4 اولین خونمون 6 میزنیم با فاصله هر 3 2 زنجیره. 1 2 3 2 زنجیره میزنم. 4 5 6 یه زنجیره میزنم، میرم خونه بعدی. دوباره 6 تای بعدی هم برمیگردم. خب عزیزان، بچه ها 4 رو زدم، این 6 هم زدم، این 6 تای دوم هم زدم، 6 تای سوم 3 زدم. 3 تای ببین با 2 زنجیره فاصله شون 3 تای بعدی میزنم. 2 3 خب ما میخوایم این ور کارمونم یک کاری بکنیم مثل این وری یه پایه بشه برای خونه های 3 تاییمون. زنجیرمو میزنم. ببینید این از اینجا شروع شده 4 زنجیره. یه دونه پایه بلند ما میخوایم کنار اینجا شروع کنیم دست بعدیمونو. ببینید از اینجا، از این کنار همین خونه که این 6 رو زدم نخ میگیرم، یه پایه بلند میزنم، 3 زنجیره برمیگردم. اولین خونه 2 دیگه میزنیم که با این یه دونه میشه 3 اولین بافت ما، اولین دست ما این شکلی شروع شد. این 3 ما زدم اینور، برمیگردم. دوباره میرسم به این خونه هایی که 6 تاست. این خونه همه تا آخرین کارمون همین 6 هست که فاصله شون 2 زنجیره میزنیم. ولی اینا 3 تایی اضافه میشه هر دست. 1 2 اولین خونه که برامون این ور شروع شده 3 باید بزنیم. این طرف هم 3 تایی زدم، اینجا هم 3 تایی زدم. الان روی این کار بهتون توضیح میدم کار چه شکلی داره میره. ما از پایین شلوارک شروع کردیم. میرم این 6 خونه رو دوباره خونه که 6 باید بزنم. 1 2 3 ما بینشون 2 زنجیره. 4 5 و 6 یه دونه زنجیره میزنیم. این خونه که اول ما 4 زنجیره زده بودیم الان باید 3 پر کنیم. 1 2 3 ببینید این لبه ها اینجوری داره پیش میره. 1 2 3 برمیگردم. اولین خونه رو 3 میزنم. اینجا پایه
دسته بعدیمون شد که باز اینجا 3 تا میزنیم. ببینید این 3 تایی داره اضافه میشه. الان دسته بعدی میشه 2 تا، ولی 6 تا یا همون تا آخر این 3 تا و این 6 تا و این 6 تا و این 6 تاست، ولی این و این یکی و این دارن اضافه میشن. من اینا رو بزنم تا اون دست آخر باز بهتون برمیگردم. یک، دو، سه. 2 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. 4، 5، 6. یه زنجیره میزنیم، این خونه 3 تا. 3 زنجیره میزنیم، یه پای بلند میخوایم بزنیم. ببینید از اینجا که 3 تا زنجیره رو زدیم، سومین خونه ما یه پای بلند میزنیم. 3 تا زنجیره برمیگردیم. این خونه 2 تا میزنیم که با اون زنجیره میشه 3 تا. ببینید عزیزان، کار مطالعه این شکلی شد. ببینید این کاری که من آماده کردم از قبل این شکلیه. البته اینا رو من خواستم پایینش رو ببرم که فعلا با این نخ متفاوت بافتم. کار ما این شکلیه. از اینجا شروع کردیم، ببینید اینجا شروع کردیم، این پایین شلوارک، این پایین رونه، مثلا میشه گفت پایین رونه که شلوارک، این کناره هاست و هم دوخته میشه این کناره ها این شکل. اینم پایین شلوارک، این طرف هم پایین شلوار، اینم پایین شلوارک که من کشپافشو زدم این شکلی شده. این ورم آماده بشه. البته میدونی من کشپافشو عجله کردم. این کشپاف هم میتونستیم این ورم که آماده شد کل کشپاف دور شلوارک رو یه دست بزنیم، ولی حالا این ورم آماده میکنم، کشپافشو میبافم، این ور شورت و شلوارک رو با هم وصل میکنم، این ورشم با هم وصل میکنم، این پایینم وصل میکنم. ان تا آخر کار هستیم با هم تا ببینیم کار چه شکلی میشه. خب دوستان عزیز، تا اینجا کار بافتم. گفتم بهتون که این بالای شلوارکه، این پایین شلوارکه، کنار هاست. ببینید کنارهای این اندازه برای این کار من 1 2 3 4 5 6 7 شده. این کنارها 5 تاست، 1 2 3 4 5، یعنی باید 2 دست دیگه هم ببرم برام 7 بشه، اینجا هم 7 بشه. این پایین کار این 13 تاست، اینا 9 تاست، اینا بعد 13 تا بشه. هم اندازه که شد کشپافش هم میزنم، به هم وصل میکنیم، بند میزنیم، انشالله همراه هم هستیم تا ببینیم این کار چه شکلی میشه. فقط روشش این بود که از پایین شروع کردیم و توضیح دادیم. استفاده کرده باشید. امیدوارم استفاده بهی نکرده باشید. سلام مجدد. کار ما به اینجا رسید. شلوارکمون تقریبا یه دست دیگه میخواد که تموم بشه. از چند قسمت بود. این بالای شلوارک که کشباف زده میشه. من زودتر زدم کشباف شه، ولی میتونی شما این کنار رو هم بدوزین، بعد کشباف کل شلوارک رو بزنید. ولی من حالا این ورم میبافم، کلا این ور این بالا تا پایین رو وصل میکنم. اینجا رو یه چند دست میبافم ولی همراه شما هستم. این پایین رو وصل میکنم، ولی الان فعلا فکر کنم یه دست دیگه میخواد، چون که این زیر کار ما این قسمت 13 تاست، این قسمت 13 تاست، این الان 12 تاست، بعد همین هم 13 تا بشه. یعنی بالای شلوارک، این کنارهای شلوارک، این پایینه دیگه. اول کارم که بهتون گفتم باید چیکار کنیم. الان رسیدیم باز به جایی که باید 2 تا زنجیره بزنیم و یه پای بلند.
یه طرف کار ما اینجا شروع شد. 3 تا زنجیره، 2 تا خونه رو پر میکنیم. 2 تا، این اولی یه دونه، این 2، اینم 3. یه زنجیره میزنم و بقیه کارم این خونه ها 3 تا میزنم. 3 تا 3 تا 3 تا با فاصله یه زنجیره. یه 3 تا 3 تا 3 تا، اینجا 6 تا. باز بقیه کارمون اینجا تمام اینا رو 3 تا میزنم، اینجا باز 6 تا. باز اینجا تمام این خونه ها رو 3 تا میزنم، اینجا 6 تا. اینجا رو باز 3 تا اینجا برسم برمیگردم. خب دوستان عزیز، بچه‌ها کارمون این شکلی شد. این طرف رو بافتم، پایین شلوارک رو وصل کردم. این برای هنوز وصل نکردم، بالا کش بافش هم مونده، این برام باید وصل کنیم به هم. این طرف هم شروع میکنم، مثل اینجا 3 دست میزنم. یک، 2، 3. خونه رو 3 تا پر میکنیم تا 3 دست. بعد کار رو به هم وصل میکنیم. آخری دست اینجاهای شلوارک رو با هم وصل میکنیم. مثل این طرف نگاه کنید، این طرف هم وصل کردم. الان هر کدوم این خونه ها رو 3 تا میزنیم. خونه هایی که بافته شده اینطوری 3 دست بزنید دیگه. مونده به اون دلخواه خودتون، به اون قشنگی کار خودتون که بخواین چه شکلی باشه. بیشتر میخواین پایینش رو اضافه کنید. من 3 دست زدم. شما میتونید بزرگترش هم بکنید. پایین شلوارک 3 تایی رو میزنم، کار رو به هم وصل میکنم. خب بچه‌ها کار رو ادامه میدیم با هم. میخوام بالای این شلوارک رو مثل این طرف کش بافش کنم، ولی چون که این شکلیه بعد یه دستش کنم بعد کش بافا بزنم. کش بافا هم این شکلی میزنم. خونه یه دست 2 تا رو پر میکنیم، بعد دست بعدی کش بافش رو میزنیم. 1، 2. دوباره خونه بعدی 2 تا، خونه بعدی هم 2 تا. این لبه اینجا 2 تا میزنیم. تمام موقع 2 تا پر میکنیم. اینجا هم همینطور 2 تا 2 تا. این خونم 2 تا پر میکنم تا آخر این بالا. هر خونه 2 تا میزنم، دست بعدیشو با هم بافی. اینم 2 تا. تمامه. میخوایم بافتمون یه دست بشه، بعد کش بافشو بزنیم. ادامه کار. هر خونه 2 تا رو این بالای شلوارک رو پر کردم. میریم برای کش بافمون شروع کنیم. یه دونه زیر میزنیم، از زیر میبافیم، یه دونه از روی کار. این کش بافه، یه دونه از زیر، یه دونه از روی. کار رو بخاطر یه دست کردیم که راحت بتونیم این بافت رو ادامه بدیم. یه دونه از زیر، از روی تا بالا. اونور چند دست زدم؟ 1، 2، 3، 4، 5 دست کش باف زدم. میزنم، بعد کار رو دیگه با هم وصل میکنیم و بندشون بافیم. دوستان عزیز، اکثر جاهای که باید به هم وصل میشد، این رنگ با رنگ خودش، این رنگ با رنگ خودش،
کنارها که وصل کردم میخواست با رنگ خودشون وصل کردم. الان یه تیکه جا مونده، خودش مشخصه که کجا رو باید وصل کنیم تا این شلوارک شکل بگیره. یه کنار مونده شکلی وصل میکنیم. این پشت کارمونه. شما میتونید با سوزنم کار انجام بدید. من دارم با قلاب انجام میدم. با سوزنم میتونید کارتون رو به هم وصل کنید. ولی این کاوایی که من گرفتم خیلی ظریفه، اذیت نمیکنه. از این به بعدم فصل پاییز داره میاد، زمستان داره میاد، چیز کاربردیه. تو تابستون خب بافت خیلی استفاده نمی‌کنیم به خاطر گرمی ها، ولی الان وارد فصل داره میشیم، کار بافت و این شلوارک اینا استفاده میشه. فصل سرما وارد میشه. خب به این شکل من میرم تا پایین کار وصل میکنم تا این رنگی که تا اینجا وصلش میکنم. تنها کاری که از این بافت مونده بندشه. الان بندشم شروع میکنم میبافم. چند تا زنجیره میزنیم برای کمر شلوارک. اندازه که شد وصلش میکنم، میبافم اندازه بشه. دوستان عزیز، کارمون تموم شد این شکلی.